در یک اتفاق بی سابقه متخصصان به طور اتفاقی نوار مغزی یک بیمار رو دقایقی قبل از مرگ ثبت کردند و متوجه شدن در 30 ثانیه پایانی توقف فعالیت قلب امواج مغزی گاما به شدت افزایش پیدا کردن. این امواج درست موقعی توی مغز افزایش پیدا میکنن که یه فعالیت شناختی مشخص در جریانه، مثل تمرکز کامل، مراقبه یا همون مدیتیشن و جالبتر از همه خواب دیدن و یادآوری خاطرات. دانشمندان میگن با بررسی نوسان این امواج میشه تصور کرد وقتی ما میمیریم فعالیتی مشابه مرور خاطرات و خواب دیدن رو تجربه میکنیم. همراه میشیم با همکارم همایون خیری. خیلی وقتا میگفتن که وقتی داریم میمیری تمام زندگی مثل یک سریال سریع از جلوی چشم آدم میگذره. خب این تجربه کسانی که در واقع اطراف کسی که در حال پایان یافتن زندگیش هست اینو ذکر میکنن که یک چیزایی میگه از مثلا خاطرات گذشتهش. منتها یک چیز دیگه ای هم که افراد زنده‌ای که دچار به اصطلاح سکته میشن و برای دقایقی تا وقتی احیا جواب میده به اینها برمیگردن این حرفو میزنن که ما در یک جایی بودیم خودمون رو میدیدیم، اطرافیانمون رو میدیدیم و این در واقع بخشی از همون به اصطلاح خاطراتیه که در مغز ذخیره میشه. همونطور که شما گفتید وقتی خواب میبینیم بخشی از مغز فعاله و حالا تونستن ببینن درست مشابه همون فعالیت با همون در واقع فرکانس‌های گاما در زمانی که فرد از دنیا میره برای دقایقی همچنان ادامه پیدا میکنه.